سراسط معارف پایتخت در دایره نقشه‌چرابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در برابر مشغولیت‌های دیگر تعلیمی با جلب مدیران مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی مشورت‌های آموزشی را نیز منتظم تشکیل و برگزار می‌نمایند. این هفته مشورت در ناحیه فردوسی با فراگیر کارمندان ساحه معارف و مدیران باغچه‌های حدود ناحیه در مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی شیرخوارگاه کودکستان رقم 135 ناحیه برگزار شد. بررسی مسائل تعلیم و تربیت در کودکستان‌ها، گذراندن مشغولیت‌ها با اصول‌های جالب و شوق‌آور برای کودکان، فعالمندی مربی و خودمحوری تربیت گیرنده از جمله موضوع‌های بررسی شده در کار مشورت آموزشی بود. علاوه بر این، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، شعبه معارف ناحیه و مربیان فعال در همایش دایر به پهلوهای گوناگون زینه تحصیلات تا مکتبی، اینچنین اجرایش قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسائل پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند برآمد نمودند و آن مورد محاکمه‌رانی شرکت‌داران قرار گرفت که این تدبیر برای بهتر گردیدن صفت تحصیلات مساعدت می‌نماید. جای تاکید است که تحصیلات تا مکتبی در نظام معارف کشور یکی از زینه‌های اساسی تحصیلات دانسته می شود. از این رو بیشتر توجه به این سمت روانه کرده می شود تا که روند آموزش و تربیت در سطح ضروری راه اندازی گردد. تشکیل چنین مشغولیت ها برای رشد بیشتر کسبیت مربیان، تقویت مهارت پداگوژی آنها و راه اندازی اصول های معاصر آموزش مساعدت فعال می نماید. در ادامه همایش اشتراکداران دایر به سطح برگزاری مشورت و مشغولیت برنامه‌ای اندیشه های خود را بیان نمودند. مسئولین ساحه معارف در پایتخت و ناحیه نقشه‌چرابینی های تهیه نموده در اساس آن برگزاری چنین مشورت ها را در مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی حدود ناحیه پایتخت پیوسته به راه میمانند.